زیباجوی عزیزمون کارشون تموم شد، ساکشن قبل بود که براشون انجام بدیم، فقط از یه سوراخ، اونم به طول 3 میلیمتر که بعد از 1 ماه این سوراخ طوری ترمیم میشه که دیگه وسط حرفتون بعد از 1 هفته هم که میان اصلا چیزی مشخص نیست دیگه. ما خیلی دست پر میدیم. بله ولی دقیقاً همین. دو چسبشون از کی میتونن باز کنن؟ 3 روز 4 روز دیگه. بله. پاسمان رو برمی‌دارن. فقط گن میبندن دیگه. کل میبینین فقط پوست مونده. هیچ چربی دیگه ما الان تو قبقب نداریم. این حرکت برای ما به اصطلاح خیلی لذت بخشه. چون چربی دیگه زیر پوست نمونده. خانم حالتون چطوره؟ دیگه چه یک جلسه خواستین تغییرات اساسی تو چهرهتون ایجاد کنید. جراحی پلک بالا، پلک پایین و همچنین لیفت قبقب. مبارکتون باشه خانم. البته لیفت گونه هم زمان. او بله لیفت گونهشون هم انجام شده. حالا چون الان گذشته از عملشون تورم دارن خیلی نشون نمیدن. دست آقا دکتر درد نکنه. انجام